ایران صاحب سلاح هسته‌ای نمی‌شود و حق دارد که نفت فروشد. از جزئیات سازشنامه هست که این کشور با آمریکا باید امضا کند. آنجا گفته شده است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این ثبت است. سلاح نمیخرند، نمیسازند و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. 99.9% آن چیزی که من میخواستم. یک مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این سازشنامه به ایران حق می‌دهد فوراً پس از امضای آن به فروش نفت آغاز کند. تفاهم نامه که هنوز نشر نشده است، آتش بس ماه اپریل را برای 60 روز تمدید می کند و هر دو جانب در این مدت برای گفت و شنید جهت رسیدن به صلح دائمی مذاکره می کنند. بر اساس سازشنامه آمریکا محاصره راه‌های آبی ایران را قطع می کند و ایران تنگی هرمز را برای کشتیرانی باز می کند. ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است، اما مسئله موشک‌های بالستیکی ایران و حمایتش از گروه‌های مسلح ضد اسرائیل هنوز حل نشده است. اسرائیل در این مذاکره حضور ندارد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است که این سازشنامه ربطی به آنها ندارد، ولی جی وینس معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که این سازشنامه آتش بس در لبنان را نیز در بر میگیرد. آنجا اسرائیل ضد گروه مسلح حزب الله که در آمریکا و اروپا سازمانی ممنوع است می‌جنگد. مقامات ایالات متحده آمریکا و ایران گفتند که این سازشنامه میتواند سبوکی‌های بزرگ اقتصادی را برای ایران از جمله کاهش تحریم‌ها و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده را باز کند. احتمال این سازش راهی را برای سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران هموار کند. یک منبع معتمد به خبرگزاری رویترز گفته است که بخشی از مبلغ‌های مسدود شده به ایران منتقل می شود. در همین حال نرخ نفت در بازار جهانی به پایان‌ترین نقطه در 3 ماه اخیر رسید. تاکنون سرمایه‌گذاران نگران بودند که تا کجا جنگ پایان می‌یابد و تنگی هرمز باز می‌شود. کارشناسان می‌گویند برای به سطح پیش از جنگ رسانیدن استخراج و کارکرد و انتقال نفت از خاورمیانه ماه‌ها لازم می‌شود. انتظار می‌رود که تنگی هرمز روز 19 ایون باز شود.